سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدیم توی این ویدیو S23 اولترا رو با هم دیگه آنباکس کنیم و یه سری نکات خرید رو بهتون بگم. بچه‌ها دیروز این گوشی به دست من رسید و وایسادم که امروز ویدیوشو براتون بگیرم و بعد با هم دیگه آنباکسش کنیم و ببینیم چه خبره. کیفیت ویدیوهای یوتیوب و اینستاگرام هم یه ذره پایین بود و تصمیم گرفتم این موبایل رو تهیه کنم تا ویدیوهای اینستاگرام و یوتیوبمون با کیفیت تر بشه. پس شما هم لایک ویدیو رو بزنید، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو آل قرار بدید تا هر موقع ویدیو براتون میذارم اعلانش بیاد. اگه هم سوالی راجع به این موبایل یا راجع به کانال خودم داشتید میتونید زیر همین ویدیو کامنت کنید تا جواب همه کامنتاتون رو خودم بدم. اولین نکته ای که واسه خرید S23 اولترا هستش ارزش خرید بسیار بالایی که زمان عرضه این موبایل با 3 حافظه 256 گیگ و 512 و 1 ترابایت و رام 8 و 12 عرضه شد که قیمتش از 70 میلیون تا 80 میلیون آب میخورد براتون. اما الان که 3 ماه به 1403 باقی مونده، من این موبایل رو دیروز تهیه کردم 46 میلیون و خورده ای با حافظه 256 گیگ رام 12. یعنی شما بخواید 500 یا 1 ترابایتش رو بگیرید تا همون 63 تومن واسهتون آب میخوره 1 ترابایتش. ارزش خرید بسیار بالایی داره. بچه‌ها من دو تا گزینه داشتم، آیفون 14 پرو مکس و S23 اولترا که S23 اولترا رو تهیه کردم چون هم ریجستر نمیشد آیفون 14 پرو مکس و هم دسترسی زیادی به یه سری اپلیکیشن ها و سایت ها نداشتم و سخت بود و من واسه کار تولید محتوای موبایل تهیه کردم و یه سری استفاده های شخصی که به نظر خودم S23 اولترا این وسط یه خورده پرچمش بالاتره. دومین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم اینه که تو کارتون آداپتور نداره و شما باید جداگونه آداپتور تهیه بکنید. اصلا نمیدونم چه خبره، اول شروع کردن هندزفری ها رو حذف کردن و الانم رسیدن به آداپتورهای گوشی که آداپتور چرا نمیذارین؟ رو خدا بذارین. باتریای موبایل ما آسیب میبینه با این شارژرایی که تو بازار ایران هست 100% و شما باید سعی کنید یه آداپتور اورجینال فست شارژ تهیه کنید که واقعا به باتری آسیبی نزنه. غیر این باشه آسیب میرسونه که آداپتورش هم قیمتش بین 1 تا 2 میلیون تومان الان توی بازار ایران فروش میره. حالا من خودم این موزل رو حل کردم و یه آداپتور فست شارژ اورجینال تهیه کردم که آنباکسش رو توی همین ویدیو میذارم براتون. شما هم حالا اگه در مورد شارژر یا خود موبایل سوالی داشتید میتونید زیر همین ویدیو کامنت کنید، جواب همه کامنت ها رو بهتون میدم. سومین نکته‌ای که میخوام راجع به خرید این موبایل بهتون بدم اینه که از سایت‌های معتبر خریداری کنید تا 1-2 میلیون تومان ارزان‌تر از مغازه‌دارها و خرید حضوری باشه. مثلا خودم موقع خرید این گوشی به فروشگاه موبایل رفتم و قیمت 50 میلیون واسه حافظه 256 گیگ رام 12 به من داده بودن که من تونستم از سایت 47 میلیون تومان این گوشی رو با 18 ماه گارانتی تهیه بکنم که خب 3 میلیون تومان پول 2 تا آداپتور حدوداً. من آداپتورش هم جدا خریدم و یه هزینه 1 تا 2 میلیون تومانی هم سر آداپتورش کردم. و چهارمین نکته‌ای که میخوام بهتون بگم راجع به همه گوشی‌هاست، مخصوصا این گوشی‌هایی که قیمت بالایی نسبت به اکثر گوشی‌های دیگه دارن. بیمه کردن موبایلتونه که شما اگه خدایی نکرده شکستگی، سرقت یا نفوذ آب و گرد و غبار یا هر چیز دیگه‌ای رو پشتیبانی میکنن، آتش سوزی، همه چی پشتیبانی میکنن و خدایی نکرده اگه واسه گوشیتون اتفاقی افتاد، سرقت شد یا شکست، میتونید بلافاصله بعد از 3-4 روز کاری کاراشو انجام بدین و هزینه رو از بیمه دریافت بکنید. با یه سرچ ساده میتونید داخل گوگل سایت هایی که این کارو براتون انجام میدن و بیمه هایی که این کارو انجام میدن رو چک بکنید و در صورت نیاز موبایلتون رو بیمه بکنید. خب بچه‌ها یه سری از نکات اولیه خرید رو بهتون گفتم که اگه میخواید این گوشی رو بخرید راحت‌تر باشین توش و انتخاب بهتری داشته باشید نسبت به خرید گوشی. میریم سراغ آنباکس موبایل و آنباکس شارژرش. حتما تا آخر ویدیو همراه من باش. بوس بهتون لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای آنباکس رو تا تهش نگاه کنید. خب بچه‌ها من پایم نداشتم، S23 اولترا میخوام واسهتون آنباکسش کنم. مثل آیفون کرده اینجا رو و از اینجا اینجوری باز میشه. بچه‌ها به سلامتی استفاده کنید. بچه‌ها اینجا هم که میبینید زدگی داره، برچسب گارانتیش بوده که من خودم کندمش و گمش هم کردم. اگه سوالی هم راجع به گم کردن برچسب گارانتی دارین از همین پایین بپرسین، راهنماییتون کنم چیکار کنید تا کد فعالسازی ریجستر موبایل رو به دست بیارید. هوای جعبه است که روی موبایل روی قسمت پایینی جعبه قرار گرفته و این قسمت بالایی جعبه است. این اول موبایل رو باز کنم.
این روکش موبایلی که واسه این که بچه ها پشت این موبایل از شیشه است، فریمش از فلزه که جک 3.5. خب واسه اینکه پایه ندارم دوربینم افتاد و کار سخت کرد، ولی باز گذاشتمش. گفتم که پشتش از شیشه است و لنزا رو میبینید که بزرگتر شده نسبت به نسل قبلیش. و این برچسبشو بکنم، موبایل رو روشن میکنم. بچه واقعا طراحی خارق‌العاده‌ای داره، خوش دستم است. البته به خاطر تخت بودن صفحه است که میبینید حاشیه‌ای نداره. تا اینم خود موبایل. حالا تا این روشن میشه مشخصات بقیه روشن شد که سرعت. داخل کارتونش هم یه جعبه‌ای داره که داخلش باید این کابلشه، کابل شارژ داره، فقط آداپتور نداره. این دفترچه کارنامه‌شه که نصفش عربیه و نصفش انگلیسی. در حال عربا هم مهمه. دیگه چی داره؟ سوزن تعویض سیم کارتشو داره و باید بهتون بگم که رم نمیخوره این موبایلا و کلا شما رمی نمیتونین توش بذارید، همون حافظه خود موبایله. این نکته هم بهتون بگم که از IP68 پشتیبانی میکنه و ضد آب و ضد گرد و غباره. این هم خود گوشی که میبینید واقعا عالیه، واقعا عالیه. قلمش هم بهتون نشون بدم. این همون قلمشه که فکر کنم اینجا هم این چیز داره که به خود موبایل بس میشه. فکر نکنم قلمشو بشه رو موبایل‌های دیگه کار کرد باش. این از قلمشه که با یه فشار اینجوری یه داخل. جک 3.5 میلیمتری هم نداره، iOX نمیخوره، یعنی شما باید از بلوتوث استفاده بکنید. خب این از گوشیمون و حالا میریم سراغ شارژرش. این از کابل شارژشه که خب این بسته است. حالا اینو تست میکنیم، بعدن سوالی داشتید بپرسید. و اینم شارژری که من تهیه کردم. دوست داشتید میتونین اسکرین شات بگیرید و اگه دوست داشتید تهیه کنید. همونجور که میبینید سوپر فست شارژ نوشته که انشالله همینطوری باشه، چون اصلا نمیشه اعتماد کرد از هر جایی هم بخرید. من اینجوری هم شاید فقط این شارژر کار. که میبینید همونطور که میبینید باید براش تبدیلم باید براش تهیه بکنیم. اینجا هم بارکد داره، حالا من بارکدش هم میزنم ببینم اورجیناله که احتمالاً باید باشه. من یه تبدیلم براش حالا همینجوری تهیه کردم که این به این صورت، البته این یه ذره کشویه میدیمش بیرون و به این صورت باید الان بیشتر میدیمش بیرون، به این صورت باید الان بره توی که رفت. بله اینم از شارژرشه. کابل شارژرش هم که مشکیه، فقط کاش شارژرش هم مشکی بود. همین دوستان، چیز خاصی تو محتوای جعبش نداره. اینم از خود موبایل. سوالی داشتین داخل کامنت منتظرتونم. امیدوارم ویدیوهای خفنی براتون درست کنم و با این موبایلی که میبینید یه شروع طوفانی رو با هم دیگه داشته باشیم.